میگه یه مرد اماراتی برای راحتی همسرش یک جزیره 50 میلیون دلاری خریده تا با خیال راحت لباس شنا بپوشند برن توی جزیره لذت ببرن. یعنی تو اینستاگرام همین چیزا رو میبینیم که میایم میگیم که وای من شوهرم باید یه خونه داشته باشه 200 متر استخر داشته باشه 150 متر پنت هاوس باشه زیر این راه نداره، یعنی باید شمال شهر باشه، یعنی بغل کوه، یعنی شما مثلا حتما بلنجک بالا باید باشه تا بتونیم مثلا با هم خوشبخت بشیم. ماشین اصلا نگم براتون، ماشین باید BMW X باشه، BMW آی فلان باشه. همین هست. یعنی اینستاگرام من موندم چرا اصلا اون درست شدنش مثلا با چه علت بوده، یعنی علتش این بوده که بکنم حسید همین توقعات زیاده به وجود بیاره. متاسفانه واقعا روی سری تاثیر میذاره. واقعا خوبه که آدم توی زندگی خفن‌تر، باحال‌تر، پولدارتر باشه و اشغال بکنه، اما اینکه یه دفعه توقع خودمون، یعنی خودمون مثال دارم میزنم، با نمیدونم با اسنپ هر روز داریم میریم میایم، باید توقع داشته باشیم که اون فرد مقابلمون همه چی داشته باشه. علتش 99% اینستاگرام. چی کار باید بکنیم نمیدونم، واقعا اینو نمیدونم. کامنت بذارید که شاید یکم متوجه تر بشین نسبت به این موضوع که چی کار باید بکنیم که یکم توقعاتون بیاد پایین تر. شاید اینستاگرام اصلا پاک کنیم. من که اینو میگم.